به نام خالق مخلوقات. انشالله که هر جای باشین جانشون جور باشه و اوقاتشون خوش. امروز قطعه ویدیونی دیگه در خدمتشون هستم. امروز میخواییم درباره یک سری علامت هایی که از نظر سرطان ها مهم هسته توضیح بدیم که میتونه علامت های هشدار دهنده یا زنگ خطر درش بگیم. خب یکی از این علامت ها میتونه بدون هیچ دلیلی لاغر شده یا وزن کم شده باشه. یعنی خود نفر نمیخواد که وزنش کم شونه، رژیم نمیگیره، دایتینگ نمونه، فعالیت چی یا کاری بدنیشی تغییر نکرده، سبک زندگی یا طرز زندگیشی تغییر نکرده، ولی بازم که هست وزن کم کرده یا لاغر شده. خب این میتونه یکی از دلیل مهم یا یکی از علامت های مهم سرطان ها باشه و باید پیگیری شونه، چون که سلول های سرطان رشد یا گروتش خیلی زیاده، خیلی سریع و زود است. از این خاطر که انرژی زیاد مصرف مونه و آدم را لاغر مونه. یکی دیگه از علامت ها میتونه بهالی باشه. خب بهالی میتونه دلیل های مختلف داشته باشه، مثلا در خاتونو به خاطر از اینکه ماهواری یا قاعدگی موشن دوچار کمخونی موشه و او کمخونی خود چی میتونه بهالی بیده، بهالی، خستگی، مندگی یا انرژی نداشتو. ولی خب یا مثلا کسانی که منتال هلت یا از نظر روانی، روحی روانی مشکل پیدا کنه یا افسردگی بگیره، دیپریشن بگیره، خب اونا میتونه بحال باشه یا انرژی نداشته باشه. ولی خب اگر هر بحالی یا انرژی نداشته تایمی یا وقت زیادی بگیره، طولانی مدت باشه، خب باید پیگیری شونه و علتش معلوم شونه. انشالله که سرطان نباشه، کمخونی باشه. خب کمخونی راحت‌تر و تداوی میشه و درمان میشه. خب یکی دیگه از علامت ها میتونه درد باشه. ما میگیم که درد یکی از نعمت های خدایه، چون که اگر درد داشته باشه آدم اون درد پیگیری دنبال نه. ولی خیلی سرطان ها چون که در مراحل آخر تشخیص داده میشه به خاطر ازیسته که درد نداره و آدم نمیفهمه، از اون خاطر که است دیر تشخیص داده میشه. خب اگر یک دردش یک کسی داره در یک ناحیه از بدنشی که طولانی مدت یا در تایم زیادی است که او درد را داره و خوب نمیشه، خب اینم باید پیگیری کنه. خب یکی دیگه از علامت های هشدار دهنده از زنگ خطر سرطان ها میتونه تغییر در اجابت مزاج یا ادرار باشه. یعنی در دفع مدفوع و شاش مشکل داشته باشه، از این پیش مشکل نداشته، یالی کسی یا قبض میشه یا که هسته شاشبند میشه یا مشکلاتی مثل یا اسهال میگیره ولی خوب نمیشه. خب اینا ایتا نیست که یک دفعه اگر ایشونه یا دو دفعه که شونه خدای نخواسته شما بترسین که میتونه یه مشکل خاصی باشه، ولی خوب نه. اگر بازم همه این علامت ها اگر طولانی مدت یعنی وقت زیادی باشه و خوب نشنه، او تیم کسته باید حتما پیگیریش نه و جدی گرفته شونه. خب البته بازم کسانی که مردها مخصوصا دوچار کلانی یا بزرگی پروستات میشه، خب اونام که هسته مشکلات ادرار یا شاشبند و این چیزها را داره. خب دیگه یک از علامت های دیگه میتونه سرفه باشه. سرفه هایی که بازم خیلی وقت زیاده یا طولانی مدته که سرفه گدشه باشین، ولی بازم علت های متفاوت میتونه باشه، مثلا آلرژی گرفته تا دیگه مشکلات شوش، ولی خب میتونه خدای نکرده یک از علامت سرطان هم باشه. خب دیگه که هست یکی از علامت دیگه میتونه تغییر در صدا یا آواز آدم باشه، یا اینکه مشکل در قورت کدو باشه. یعنی از این پیش مشکل نداشتن ولی الان نمیتونه یک نفر که راحت نان بخوره و قورت کنه. خب اینا میتونه خدای نکرده یکی از علامت های سرطان باشه. خب مشکلی معده که همونطوری گفتم اگر بازم در دواهای معمولی جواب نده باید پیگیری شونه. اگر یه وقتایی
یک غده یا یک چیزی در زیر بغل یا در کشاله ایران، یعنی پیش ایران ها زیر کوره آدم، اینا را اگر یک غده، اگر یک چیزی حس مونین، نوجول حس مونین، ایره حتما باید پیگیری کنین. همونطور که خیلی ها ما مثلا میگی بخکیته، اگر او بخکیته که سرواز کنه یا سرواز نکنه و یا دو طولانی مدت بازم طول بکشه، خب اینا رو باید پیگیریشونه. دیگه چیزی که خیلی خیلی مهمه و خیلی شایع است سرطان پستان است که هم میتونه خب در زنان خیلی زیاده ولی در مردان هم میتونه باشه و حتما حالا انشالله یک ویدیوی دیگه کلا درباره سرطان پستان و چطور که خودشون معاینه کنین خودخوره توضیح میدیم. ولی خب اگر خدای نکرده یک سری تغییرات در پستان حس کردین، مثل از که تغییری در پشتشونه، نوک پستان کسته در طرف داخل باره یا ترشح یا سیکریشن داشته باشه، یا که یک دنه همون غده یا لامپ یا یک چیزی در پستان اگر حس مونین، خب اینا میتونه مهم باشه و اینا را حتما پیگیری کنین. خب های انشالله که هیچ کدوم از این مشکلات را هیچ وقت تجربه نکنین، ولی اگر خدای نکرده اگر هم داشتین پیگیری کنین، انشالله که مشکل خاصی نباشه و اگر خدای نکرده از سرطانم باشه، خب در مراحل اولیه تشخیص دادش نه، چون که یک سوم سرطان را طبق ریسرچ میتونه آدم کلا تداوی یا درمان کنه، یک سوم را میتونه مثلا گروچ را استاپ کنه، ولی خب سرطان ها اگر در مراحل اولیه تشخیص دادش نه، خب خیلی خوب کنترل میشه، ولی اگر خدای نخواسته در مرحله آخر شونه که اون وقت دیگه کار خاصی نموشه. خب از او خاطر هر مشکلی اگر احساس مونین اون جدی بگیرین و پیگیری کنین. انشالله که همیشه تنشون سالم و رو روانشون خوش و خوب باشه. تا یک ویدیو دیگه، خداحافظ.